رب العالمین در ابتدای این سوره به سوی جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطاب میکند که ما فرستاده ایم، انا انزلناه، ما نازل کردیم، یعنی فرستاده ایم این قرآن را در شب قدر. قدر مفسرها سه نوع تفسیر کردگی هستند. گفتن معنای قدر یک معناش این است که شب ارزشمند، خیلی شب یعنی بزرگ، شبی که فضیلت و ثوابش زیاد است، شبی که یعنی که خیلی در درگاه خدا ارزش داره، قدر داره. دیگر نوع مفسرها قدر گفتن که شب تقدیر است، شب مقدرات است که در یک ساله تقدیرات انسان خداوند در این شب معین میکنه. یعنی کدام انسان خوشبخت میشه و کدام انسان بدبخت میشه و کدام انسان یعنی خرسندی و شادی در حیاتش میآید، کدام انسان غم میآید در حیاتش، کدام انسان فایده میکنه ضرر میکنه. قصه کوتاه، شب قدر بعضی از مفسران گفتن این شب تقدیر است، شب تقدیر ساز که یک ساله تقدیرات انسان در این شب معین میشود. اگر انسان که در این شب عبادت داشته باشه، بندگی داشته باشه، به فضل و مدد الهی ان شاء الله که یعنی این سالش تا رمضان آیان یعنی پر نور و پر برکت و نورانی میگذره. اما شخصیت یک خواب رفته در غفلت گذرانید و او معین است که اگه خداوند خودش به حالش رحم داشته باشه. یعنی یکم معنای قدر شب ارزشمند، دویم معنای قدر شب تقدیر، شبی که در این شب مقدرات انسان یک سالش معین می شود. سوم معنای قدر مفسرین گفتند که به معنای تنگی آمده از قدر. در این شب ملائکه ها از آسمان بچنان زیاد پایان می شدن، بچنان زیاد یعنی بر روی زمین نازل می شدن، می فرامدن که روی زمین برای اونها دیگر تنگی می کرده است، یعنی اونها را نمی برده است. یک جمله اونها، یک گروه شمی آمدن بر روی زمینه، این جمله دیگه یعنی بالا می شده است، با به سوی آسمان می رفته، یعنی روی زمین دیگه اونها را نمی برده. دیگر معناش گفتن که قدر به معنای تنگی هم آمده است. اکنون این سه جمله قول مفسرین است که مفسران یعنی که قدر این چنین معنا کردن. یکمش گفتن شب ارزشمند، دویمش شب تقدیر، سومش شبی که روی زمین دیگر برای ملائکه ها تنگی میکنه. رب العالمین گفت که ای محمد صلی الله علیه وسلم ما این قرآن در این شب قدر برای تو نازل کرده ایم. یعنی که در این شب ارزشمند، شب قدر فضیلت و ارزش و بزرگیش به خاطر نزول قرآن است، چون که قرآن خودش نوری بود که این ظلمت ها و تاریکی های دنیا را یعنی نورانی گردان، روشن گردانید. ما و شما هم که امروز الحمدلله هدایت یافتیم و حقیقت فهمیدیم و عبادت میکنیم، اکثرش از چی است؟ از گفته های قرآن است. ما یعنی با گفته قرآن زندگی میکنیم که ما و شما نجات می‌یابیم. به تعبیر محمد اقبال میگه نقش قرآن تا در این عالم نشست، نقشهای کاهن و پاپا شکست. فاش گویم آنچه در دل مضمر است، این کتاب نیست چیزی دیگر است. چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان که دیگر شد جهان دیگر شود. مثل حق این قرآن میگه وقتی که به دنیا یعنی که پایان شد، نقش قرآن تا در این عالم نشست، نقشهای کاهن و پاپا شکست. تمام یعنی دینهای باطله و فاصله و دینهای فاسد و یعنی دینهای منسوخ از بین دور کرد این قرآن. حضرت میگه یعنی آشکارتر برای شما بگم که فاش گویم آنچه در دل مضمر است، این کتاب نیست چیزی دیگر است. در اصل قرآن کتاب عادی نیست برادران عزیز. قرآن خداوند در آیت با روح یعنی خداوند بیان کرده است که و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. رب العالمین در جای قرآن روح گفته، در جای خداوند قرآن نور گفته، در جای خداوند قرآن یعنی که فرق کننده فرقان گفته، فرق بین حق و باطل. یعنی قرآن خداوند با موافق یک روایت 12 نامش گرفته است. یعنی قرآن هم نور است، هم نجات است، هم فرق کننده است، یعنی هم روح است که انسان زنده میگردانه.
فاسق و منافق و مشرک و کافر وقتی اطاعتگر عمل کننده به این قرآن شد، این قرآن زندهش میگردانه، حیاتی ابدی و جاویدانی براش میبخشه، حیاتی خوشبختانه براش میبخشه. کلمه قرآن معناش چیست برادران عزیز؟ ما فقط قرآن شنیدیم، شاید که 90% این جمعیت ندونه قرآن چی معنا داره. کلمه قرآن به معنای خوانش میشه و کتابی خوانش، کتابی که باید دائما انسان در خواندن او مشغول باشه، دائما انسان باید این قرآن تلاوت داشته باشه، قرائت داشته باشه، باید مسلمان به معنای این قرآن آشنا باشه. به تعبیر محمد اقبال گفتن چون به جان در رفت جان دیگر شود. این قرآن وقتی که در حیات هر شخصیت عملی شد، حیات او را دیگرگون میکنه، حیاتش پر نور میکنه، حیات او را حیات خدایی میگردانه، یعنی حیات او را حیات پر از عبادت میگردانه. مثل حق پنهان و هم پیداست این، مثل حق پنهان و هم پیداست این، زنده و پاینده و گویاست این. مثل حق یعنی مثل پروردگار، این کلام ذات است. قرآن کتابی نیست که یگان شخصیت عادی نویسه، کلام الله، سخنهای الله است، یعنی صحبت پروردگار به بنده هاش است. این قرآن زنده و پاینده و گویا همیشگی هست. ببین از دور جناب پیغمبر تا زمان ما را زیاده از 1400 سال شد، اون قرآن است که تغییر نیافته است، اون قرآن است که امروز هم باشه الحمدلله ما استفاده میبریم، ما با گفته های او زندگی میکنیم. حضرت آخر چی گفتن؟ گفتن گر تو میخواهی مسلمان زیستند، نیست ممکن جز به قرآن زیستند. برادر بزرگوار، اگر بخواهی که در دنیا سلامت زندگی کنی، خوشبخت زندگی کنی، اگر بخواهی که در دنیا یعنی به عزت و به حرمت و فضیلت و شرافت و کرامت و محترم و بزرگ و خوشبخت باشی، حضرت میگه در این فتنه ها و بدی های دنیا برات ممکن نیست، فقط یگانه یک راه داری، اون راه هم به قرآن زندگی کردن است. اون راه هم با گفته قرآن زندگی میکنی، سلامت میمانی. نباشه غیر از گفته قرآن در هر راهی که رفتی راهی سلامتی نیست. برادر عزیز بزرگوار، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم وقتی رحلتی از دنیا شو بودن، برای اهل اصحاب یک وصیت کردن، گفتن ترکت فیکم واعظین، گفتن من از بین شما یعنی میروم، از بین شما دور میشوم، برای راهبری و راهنمایی شما من 2 واعظ نصیحتگر باقی میگذارم. اگر شما این 2 واعظ پند نصیحت گوش کرده و با گفته این زندگی کرده، شما بدبخت و رسوا نمیشوی. اینها چی هستند؟ الناطق و الصامت. جناب پیغمبر یکی از اونها خاموش است، دیگرش یکی از اونها گویا هست و دیگرش خاموش. الناطق القرآن و الصامت الموت. اونه که گویا هست، جناب پیغمبر گفتن قرآن است که با گویاهیش شما را نصیحت میکنه. که متاسفانه امروز مسلمان و مسلمان زاده دور زمان ما از قرآن استفاده برده نمیتونه، چون که یعنی علمش نداره، از علم قرآن دور شده است. دویمش که خاموش است، این مرگ است. برادران عزیز، ما و شما باید مسلمان ها نه تنها یعنی تلاوت عادی قرآن بدانند، باید مسلمان، شخصیت مسلمان باید معنای قرآن بدانند. قرآن خودش کتاب زندگی هست، کتاب نجات است، کتابی است که انسانها را هدایت میکنه، راهنمایی و راهبری میکنه. اما متاسفانه از بس که امروز 90% مسلمان از علم قرآن دور مانده است، مثل بیمار شده است که در سر یک سفره پر از نعمتهای خدا میروه اما استفاده برده نمیتونه. میگه من دردمندم، برای من معن است، دکتر من معن داشته است. و تعبیر محمد اقبال میگه زی فرمان قرآن چرخ تافتی، بجای خوشی ناخوشی یافتی. ای مسلمانی که امروز از قرآن دور شده، ببین چقدر بدبخت، چقدر خار شده، چقدر عذاب روحی و جسمانی میکشی، چقدر غریبی از سر میگذرانی، چقدر بی‌برکتی در حیاتت پیدا شده است. سببش این است از قرآن دور مانده. برادر عزیز بزرگوار، شب قدر برادران عزیز این شب نزول قرآن است. شب قدر شبی هست که در این شب الله رب العالمین قرآن به یک جایگی یعنی بود از لوح المحفوظ به بیت العزت و آسمان دنیا را پایان کرد.
یعنی قرآن کامل بود از لوح المحفوظ و بیت العزت در این شب قدر نازل شد و از بیت العزت که در آسمان دنیا هست در دوام 23 سال پیغمبری جناب پیغمبر خداوند این قرآن آیه آیه سوره سوره موافق هر حادثه و واقعه زمان خداوند یعنی که دنیا را بر روی زمین نازل کرد. قرآن کامل نازل نشد، یعنی قرآن بود به دنیا را نآمده است. در دوام 23 سال پیغمبری جناب پیغمبر آیت آیت سوره سوره، یعنی که ما دو نوع آیت داریم، آیت مکی و مدنی. آیت هایی هستند که در حالت پیغمبر بزرگوار در مکه بودن 13 سال و نازل شدند. با آیت های داریم که مدنی هستند، یعنی جناب پیغمبر وقتی به مدینه منوره آمدن در اینجا نازل شدند. یعنی قرآن در دوام 23 سال از آسمان به زمین پایان شد، اما اصل نزولش این در شب قدر، یعنی از لوح المحفوظ به بیت العزت در شب قدر نازل شده است. اکنون سبب نزول سوره قدر که ما و شما اینو انزلنا میگوییم، سبب نزول ایرا روایتی هست که امام مجاهد روایت کرده اند. میفرمایند که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم از زمان بنی اسرائیل، یعنی از زمان امتهای حضرت موسی علیه السلام، یک قصه خواند. جناب پیغمبر قصه خواند که در اون زمان یک جوان صالح، یک جوان عبادتگر، یک جوان خیلی خوبه، یعنی که شب تا سحر عبادت میکرد، روز تا بگه یعنی شمشیر از غلاف جدا کرده در راه خدا جهاد میکرد، خدمت میکرد. این شخصیت 1000 ماه این چنین در راه خدا یعنی خدمت کرد. وقتی پیغمبر بزرگوار از دور و زمانی یعنی حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسی بنی اسرائیل چنین حکایت خوان، بعد از اون جناب پیغمبر بسیار حسوس خورد، یعنی آرزو کرد که کاش که امتهای منم عمری دراز می داشتند مثل این جوان بنی اسرائیل برین در راه خدا خدمت میکردن، عبادت و طاعت میکردن. وقتی که خدا جناب پیغمبر یعنی این تمنا را کرد، این آرزو را کرد، خداوند این سوره قدر یعنی که نازل کرد. بعضی از مفسران گفتن سبب نزولش همین است که سوره قدر ما و شما میخونیم که استعیذ بالله انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.